مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند روز 8 می در نتیجه مناقشه در مرز با قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که جنجال برای پارچه زمینی رخ داد که به تاجیکستان تعلق دارد، ولی نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفتند که پارچه زمین بحث برانگیز است، ولی در عمل ساکنان ولایت بادکند آن را استفاده می بردند. در بیانیه رسمی نیروهای مرزبانی تاجیکستان آمده است که سبب مناقشه از جانب شهروندان جمهوری قرقیزستان خودسرانه از خود کردن 4 هکتار زمین طبق سندهای معیاری حقوقی به جمهوری تاجیکستان تعلق داشته می باشد. نیروهای مرزبانی قرقیزستان با نشر بیانیه رسمی گفتند که جنجال سر 50 ساتق زمینی بوده است که در محل علامت گذاری نشده جایگیر است، ولی در عمل آن را شهروندان قرقیزستان استفاده می بردند. در بیانیه مرزبانان قرقیزستان آمده است که روز 8 می در ناحیه چک در ولایت بادکند تقریبا 40 ساکن ولایت با گروهی از 30 تا 40 نفری ساکنان چارکوه ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان برای 50 ساتق زمین جنجال برخاسته و به سنگاندازی کشیده است. به گفته نیروهای مرزبانی بعداً صدای تیراندازی از تفنگ شکاری به گوش رسیده است و مرزبانان تاجیک و قرقیز برای فرو نشاندن مناقشه و پراکنده کردن مردم به هوا تیر خالی کردند. در عین زمان بخش قرقیزی رادیوی آزادی از قبل نمایندگان خدمات مرزبانی قرقیزستان نوشت که در مناقشه نیروهای تاجیکستان ناگهان از مینمیات به سمت شهروندان و مرزبانان قرقیزستان تیر انداختند. بنا به اطلاع پیشکی یک شهروند کشور همسایه از سرش جراحت برداشته است، ولی مرزبانان تاجیک همتایان قرقیز خود را به اغواگری متهم کرده و گفتند که آنها به جای پیشگیری از مناقشه نقش اغواگرانه بازیده به سوی شهروندان بی‌سلاح تاجیکستان از یراق آتشفشان تیر خالی کردند. در نتیجه به گفته نیروهای مرزبانی فضل‌الدین فاضلوی 37 ساله و ایام‌الدین شریپوی 49 ساله زخم برداشتند. نیروهای مرزبانی هر دو کشور گفتند که بعد چاره‌جویی هر دو طرف از وسیع‌تر شدن مناقشه جلوگیری به عمل آمد و گفتگوها برای به اعتدال آوردن وضع ادامه دارد. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان شام 8 می خبر داد که مناقشه با اغوای مرزبانان قرقیز به وقوع پیوسته است، ولی نهاد همسان قرقیزستان میگوید طرف تاجیکستان از سلاح سبک و مینامیات استفاده برده است. به گفته طرف تاجیکستان ماجرا در موضع سرحدی کومزار جماعت دهات چارکوه ناحیه اسفره هممرز با ولایت بادکند قرقیزستان رخ داده است. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیوی آزادی، اکرم مدومرف معاون نخست وزیر عاید به مسائل سرحدی گفته است که سبب‌های مناقشه در مرز تحقیق می شود. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه های بحث برانگیز به موافقت برسند و خط مرز را بکشند. جنجال و تیراندازی محض در همین منطقه ها و برای آب و زمین و چراگاه صورت می گیرد و گاه ها به خونریزی می انجامد. مناقشه امسال در زمان صورت می گیرد که دو کشور برای مقابله با گسترش بیماری کووید 19 دست و پا می زنند و در قرقیزستان همسایه وضع فوق‌العاده اعلان شده است. در قرقیزستان بیش از 600 نفر و در تاجیکستان بیش از 520 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند.